نوای ارکستر حربی نفسی گذشت نظامی را شنوندگان لیسه حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان آغاز نمودند. ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان در هماهنگی و یکجایگی قادرند که ثبات و امنیت جامعه، حیات آسایشته مردم کشور، تمامیت ارضی و استقلال دولتی را تامین نمایند. زیرا قوه ظفرآور ما در اتحاد و یکدلی ماست.